ای با اینا که آخه روی یه پایه وا نمیسته. خدا لعنتت کنه عز ما با این تر یه پایگیت. ببخشید داشتیم این تابلو رو امتحان میکردیم روی یه پایه سوار کنیم، هر کاری کردیم کج وامیسته. شده داستان انتخابات خامنه ای الان اولش زور میزد که حکومت رو یه پایه کنه، هرچی پایه تو این حکومت بود کرد تو استخر فرح و بله دیگه. الان هم که اومده از رئیسی پایه درست کنه میبینه صدر رحمت به بیپایگی. یعنی طرف رو نگاه میکنی سواد که نداره، دبستان رو به زور رد کرده، دبیرستان هم که رنگشو ندیده، تو حوزه علمی هم که ماشاءالله هیچی نبوده، یعنی همیشه ته صف یا خواب بوده تو حجره. سابقه‌شو میای میخونی میبینی انگار که کیفرخواست دادگاه لا هست. ماشاءالله از اون بالا جنایت، کشتار، قتل تا بیاد به پایین. حالا تمام نور چشمیای دیروزشو جلوی چشم همین بدبخت سربنیز کرد و سلاخی کرد که بیارش بالا. یعنی 4 تا سیب زمینی پیاز و اوورد چید کنار این که حداقل اینو به عنوان میوه به ملت غالب کنه. به ملت که نمیتونه غالب کنه هیچ. تازه من فکر میکنم برای نیروهای خودی و همون بسیجیاشم حتما نیاز داره به یه دونه چی؟ پاشنه کش، وگرنه اونجا هم جا نمیفته.